سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 ینور تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. وطن دیگرای، سزای وطن دیگرای. دلیل و ذوق بیگ با شعر به پرزیدنت نامه نوشتند. بازداشت اعضای دسته سوراب رژیم که مهاجران تاجیک را داله میبستند. ادامه تغییرات کادری، برکناری رهبران خدمات مهاجرت و خبرگزاری خاور. برادر ادوکات زندانی نیز به 4 سال زندان محکوم شد. بازداشت جادوگر افغان در چقرک ایثار و یک زن فولبین در شهر توز. آغاز استحصال نخستین تلفن موبیلی در تاجیکستان. خطر ترمفرایی در راههای کوهستان کمش تا 20 ینور باقی میماند. و اکنون تفصیلات خبرها. هفته‌نامه SSSR روز 19 ینور سال 2023 نامه دلیر امامعلی و ذوق بیگ سیدامینی، دو بلاگر و ژورنالیست تاجیک را که با حکم دادگاه به 10 سال زندان محکوم شدند نشر کرد. نشریه گفت این نامه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان توسط زوجه دلیر امامعلی بانو زیتونه دسترس گردیده است. در این نامه آنها از نام همه 4 ژورنالیست زندانی، هر دو مؤلف و دوستان نیز زندانیشان عبدالله غربتی و عبدالستار پیر محمدزاده از پرزیدنت خواستار عفو شدند. شعر به پیروی از نام یک برنامه دلیر امامعلی با نام وطن دیگرای نوشته است و با این مصرع‌ها تمام می شود. سرور که نموده 100,000 را عفو، 4 کس به امید بخشش راه برای. نشریه SSSR متن شعر و نامه را پران نشر کرده است که اینجا میاریم. ما امیدواریم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گناه ما را که از بی تجربه بودن و گمراهی، نداشتن معلومات لازمه و جوانیمون پیش اومد میبخشد. ما همیشه با تیم جوانان حکومت بودیم و هستیم. ما هیچگاه با امید هیچ سازمان و آهان نیستیم. ما به امید سرور و ملت و دولت خود هستیم. واقعا هر وقتی اگر سازمان و نفری از پشت ما سنگ به سوی وطن میزند باعث ناراحتی ما است. ما وطن و ملت و دولتمون را دوست می‌داریم و هیچ چیز نمیتواند این میر را سرد کند. جناب عالی، شما قلب بزرگ دارید و بخشاینده اید. در طول 31 سال استقلال ملی هزاران نفر را عفو کردید. ما نیز امیدواریم که در قطار این همه مردم خوشبخت فرزندان گمراهتان را میبخشید. وطن دیگرای، سزای وطن دیگرای. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی از بازداشت اعضای دسته متشکلانه جنایی خبر داد که با استفاده از سلاح و با تهدید کشتن مهاجران تاجیک را در قزاقستان گروگان می‌گرفت و مجبور می‌کردند که هر ماه از سر معاش خود به آنها از 200,000 تا 800,000 تنگه قزاقی یا از 500 تا 2,000 دلار حق یا دوله بدهند. پدپلکوونیک نصرت الله محمدزاده، سردار مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی، در گزارشش گفت وقتی 2 مهاجر تاجیک در قزاقستان از بیدادگری‌های اعضای این دسته به مقامات حفظ حقوق مراجعت کردند، ریکت‌ها به تاجیکستان با مقصد فرار از جوابگری گریختند، ولی در اینجا از جانب کارمندان اوباب دستگیر کرده شدند. اینها حسن سورابجان محمداللهویچ لقبش ریژه، رهبر دسته ساکن نویه شامنسور شهر دوشنبه، رسول رستم محمد علیویچ لقبش روستک ساکن نویه شامنسور شهر دوشنبه، صالح فیضلی شیرالیویچ لقبش فیدیا ساکن نویه شامنسور شهر دوشنبه، اودینزاده منوچهر موسی لقبش درویش ساکن نویه قبادیان. بنا به اطلاع تفتیشات این افراد امروز با شریک جنایتیشان از ازبکستان شکوروف جاویدان ماه آگوست سال 2022 در شهر المتا در شرکت‌های ساختمانی به کار درآمده. در اصل درباره دیگر مهاجران تاجیک و مکان زیست و کار آنها معلومات جمع کردند. سپس آنها یگان مهاجر را هدف قرار داده با راه فریب با ماشین منوچهر اودینزاده به قرارگاه خود می آوردند و همچون گروگان نگاه داشته با راه لطوکوب و تهدید کشتن از تپانچه و تبری که با خود داشتند مهاجران بیچاره را مجبور میکردند که به آنها هر ماه حق بسپارند. در گزارش 2 مهاجر تاجیکی که در ساختمان المتا کار میکردند نقل کردند که چگونه بچه‌های ریژ آنها را چند روزی در اسارت نگاه داشتند و به رحمانه لطوکوب کرده دوله بستند. به ضد این ریکت‌هایی که هموطنان خود را حق بسته بودند بر اساس ماده 250 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام تماجع پرونده جنایتی گشودند
به هر کدام آنها بر اساس این بند قانون تا 20 سال زندان تهدید میکند. وزارت کارهای داخله از همه مهاجران تاجیکی که از دست اعضای این دسته جبر دیده است خواهش دارد که به مقامات حاضر شوند و به خاطر تنطنه عدالت بیانات بدهند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 19 ینور سال 2023 در ساختارهای حکومت با چند تغییرات کادری انجام داده، از جمله رهبران چندین اداره دولتی را به سبب رسیدن به سن نفقه و قسم دیگر را به سبب به کار دیگر گذاشتن برکنار کرد. با همین سبب به نفقه برآمدن سیدعلی صدیق از مقام رهبر خبرگزاری دولتی خاور، شعلابانو نومان از مقام معاون مدیر آثارخانه ملی و باباخان برادزاده از وظیفه مدیر اگنتی مهنت و شغل اهالی آزاد کرده شدند. طاهر کریمزاده با سبب به کار دیگر گذاشتن از مقام سردار خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و دوست مراد مرادزاده از وظیفه سردار خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت، مراجعت و شغل اهالی آزاد کرده شدند. به کدام کار دیگر گذاشتن آنها هنوز معلوم نیست، ولی دولتزاده قیام‌الدین بلافاصله بعد برکناریش از مقام معاون رئیس اگنتی امور، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تعیین کرده شده است. هفته قبل رئیس اگنتی امور گلنوره حسن‌زاده وزیر مهنت و مهاجرت تعیین شده بود. همین طور روز 19 ینور شمس‌الدین زاده صبح‌الدین شمس‌الدین نیز با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته تلویزیون و رادیو آزاد کرده شده، بلافاصله رهبر خبرگزاری خاور تعیین گردید. همچنین روز 19 ینور نادرزاده احمدشاه سردار خدمات مهاجرت، محمدزاده سفرعلی سردار خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و اشورعلیزاده عبدالرحمن دایرکتور اگنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان تعیین کرده شدند. به این ترتیب در چند روز اخیر قریب همه رهبران وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی برکنار شدند. یادآور میشویم پرزیدنت امامعلی رحمان روز 5 ینور شیرین امانزاده جوانترین عضو حکومت را که از ماه نوامبر سال 2020 رهبر وزارت مهنت و مهاجرت را بر دوش داشت، همراه دو معاونش از مقام برکنار کرد. شیرین امانزاده از وزیران خوشنام حکومت کنونی به شمار می رفت و سبب چنین زود بعد همگی 2 سال کار برکنار شدن او همراه با تقریبا همه رهبریت این وزارت تا حال برای جامعه نوروشن باقی میماند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. برادر وکیل مدافع زندانی سید نورالدین شمس‌الدینوف را در ولایت ختلان 4 سال از آزادی محروم کردند. بهاءالدین شمس‌الدینوف به همکاری با سازمان در کشور ممنوع گروه 24 خودسرانه گرفتن زمین و اسرافکاری گناهکار شده است. پیوندانش گفتند دادرس او را به پخش خبرهای دروغ هم متهم کرد، ولی او هیچ کدام را نپذیرفت و تهمت خواند. یک مسئول دادگاه ناحیه وخش ولایت ختلان به ذکر نامش روز 19 ینور سال 2023 به رادیوی آزادی گفت دادستان به او 10 سال زندان خواست، اما دادرس 4 سال داد. پیوندان بهاءالدین شمس‌الدینوف نخواستند آشکار و با نام خود درباره قضیه او صحبت کنند. میگویند در 2 سال آخر 2 نماینده عائله به سبب دادخواهی به زندان افکنده شدند و این وضع آنها را ترسانیده است. با این جرم‌هایی که به گردن برادرمون صدرالدین شمس‌الدینوف زده بودند، ضد بهاءالدین هم پرونده باز کردند. مقامات قصد گرفتند. او برای بیگناهی برادرمون و به آزادی برآمدنش کوشش داشت، نه چیزی دیگر، گفت یکی از خویشاوندان بهاءالدین شمس‌الدینوف به ذکر نامش. در همین حال جنبش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 همه گونه همکاری را با بهاءالدین شمس‌الدینوف رد کرد. عبیدالله سعیدی سخنگوی سازمان روز 19 ینور به رادیوی آزادی گفت اگر در کجای چیزی گفته است این نظر شخصیش است. هر شهروند حق ابراز اندیشه دارد. کسی از کمبودی گفت معنای آن را ندارد که او عضو گروه 24 است و یا با ما همکاری میکند. کمبودی و نوعدالتی در تاجیکستان زیاد است. هر کسی کمبودی را گفت نباید زندانی شود. حکومت از پس حل نقص‌ها شود، نه در پی پس پنجره افکندن مردم. اضافه کرد و برادرش سید نورالدین شمس‌الدینوف در آغاز سال 2021 به گناه خرید و فروش زمین، قلابی و پنهان کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم شد. در آخر همان سال او را به همکاری با سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 متهم دانسته به حکمش 8 ماه دیگر اضافه کردند.
خودش و پیوندانش همه گونه اتهام را رد میکنند. تا زمان بازداشت شمس‌الدینوف مأمور اجرای امرهای دادگاه در ختلان بود. او در سال 2017 ترک وظیفه کرد و سالهای آخر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت و بیشتر با امضای سعید صدر در شبکه‌های اجتماعی از رفتار بعضی دادستان و دادرس‌ها و گفتگو شدن مردم شکایت میکرد. پیشتر گفته بود که بعد یک مراجعتش به سامانه پرزیدنت تاجیکستان، مسئولان دادستانی نویه بخش او را چپ گرفتند و به فروش غیر قانونی زمین متهم کردند، در حالی که به ادعای او چنین کاری را نکرده است. دادستان و دادرس پرونده بارها به حق بودن خود تفتیشات تاکید کرده گناه‌های شمس‌الدینوف را ثابت شده خواندند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 18 ینور سال 2023 از نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی خبر داد که کارمندان ریاست آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نابالغان و جوانان این وزارت در پیشبرد چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی توانستند فعالیت غیر قانونی شهروند جمهوری اسلامی افغانستان قربانگلدی نصرالدین سال تولدش 1957 زاده ولایت قندوز موقتا استقامت کننده شهر ایسار را آشکار نمایند. در گزارش گفته می شود که قربانگلدی در دهه چقورک در کنار شهر ایسار واقع در تقریبا 30 کیلومتری غرب دوشنبه به هر گونه مکر و نیرنگ‌ها به خودش خاص و دور از مذهب و شریعت مشغول گردیده با استفاده از هر گونه اشیاءهای کرخت به مشتریانش وعده بی اساس می‌دهد که گویا سیر و جادوی او به مناسبت‌های عائله‌داری، مهر و محبت خانوادگی، کشایش کار و درمان درد کمک می‌کند. هنگام از نظرگذرانی اجرای کاری قربانگلدی از آنجا چندین نوع اشیاء کرخت به مانند قلف و کلید، آهنربا، پوست حیوانات، میخ، محصولات خوراکواری، سوزن و رشته و یک مقدار تومار و تشتاب یافت و گرفته شد. از روی نشانداد بازداشت شده او توسط اشیاءهای نام برده عملهای سیر و جادو را انجام میداده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به قربانگلدی نصرالدین طبق طلبات ماده 428 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده او جریمه بسته شد. در همین حال بنا به گزارش پلکاوریک افق قادریان سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان از جانب کارمندان میلیسیای نویه شهر توز ضمن پیشبرد چاره‌بینی‌های فوری و سنجشی فعالیت غیر قانونی یک زن ساکن نویه مذکور آشکار کرده شد. گفته می شود آدینه و عبادت سال تولدش 1957 که پیوسته به سیر و فالبینی مشغول شده با این را مشکلات روزگار خود را از حساب مردم گمراه حل میکرد. در حالت مشغول بودنش به فالبینی بازداشت شد. ضمن پرسش معین گردیده است که در اصل آدینه و عبادت یگان دانش دینی نداشته، تنها به خاطر منفعت‌های شخصی برای به دست آوردن مبلغ‌های پولی دست به این کردار مردم فریبانه زده است. نسبت به آدینه و عبادت مطابق ماده 428 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شد. وزارت کارهای داخلی با نشر این خبرها از آن اظهار تأسف می‌کند که با وجود نشر خبرهای زیاد وابسته به کردارهای مردم فریبانه و دروغین چندین نفران چون فالبین و جادوگر که با استفاده از مقدسات دینی و باوری و اعتقاد شهروندان کردارهای مردم فریبانه خود را عملی می‌نمودند، بازم برخی شهروندان برای کشایش کار و درمان درد به نزد چنین شخصان می‌روند. خبر آغاز استحصال تلفن موبیلی ویرا در تاجیکستان تصدیق شد. به خبرنگار آزیا پلوس فاضلجان فتولویف میسر شد که از کارگاه استحصال نخستین تلفن موبیلی تاجیکی بازدید نموده با نشر 7 عکس از آنجا گزارش تهیه کند. بنا به گزارش آزیا پلوس تلفن موبیلی دارای 2 سیم کارت ویرا علاقه 2 ماه این جانب با تمغه ماده این تاجیکستان یا در تاجیکستان استحصال می شود. این تمغه یا برند به شرکت آریان الکترونی تعلق دارد. چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی خبرها درباره استحصال تلفن‌های موبیلی وطنی پیدا شدند. در وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان و در دایره‌های تجارتی کشور با یک آواز گفتند که در این باره بار اول میشنوند. بعد نشر این خبر استحصال کننده خودش با آزیا پلوس تماس گرفته درباره محصولاتش معلومات داده است. استحصال کنندگان میگویند نام تلفن فارسی است و در زبان فارسی کلمه ویرو سینونیم کلمه زیرک بوده
آموزنده خوش‌ذهن معنا دارد. مدل اول تلفن وی را مدل وی یکی تاجیکستان در دوشنبه جمع و بست وصل و ساخته می شود. قسم‌های احتیاطی و دیگر لوازمات تلفن از تایلند، کره، چین و تایوان دسترس می شوند. چند پیش به فروش وی را در فروشگاه مرکزی چوم و صدبرگ آغاز کردیم. من بعد می خواهیم در دیگر منطقه ها هم فروش آن را برآوریم. هر سال نوها و استحصال 3 مدل نو تلفن وی را در نقشه داریم. شاید تا سال 2024 یا پیشتر از آن الکی تلفن با اکران سنسوری استحصال کنیم. اظهار داشت بعض پلیوس رهبر شرکت اوریون الکترونی دانیل حسینی. او درباره نرخ تلفن معلومات نداده ذکر کرده است که حالا آنها بازار را آموخته ایستادند و از این رو نرخ میتواند تغییر یابد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسان کشور به توجه ساکنان و مهمانان جمهوری میرساند که در نواحی کوهستان همچنین در راه‌های ماشینگرد دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه لخش کولوب درواز، ونج خوروغ اشکوشم، خوروغ مرغوب خطر لغزش ترمه باقی میماند. همچنین در نتیجه گرمی روزانه و آب شدن برفها و سردی شب باعث یخبندی درها می شود. از این رو از ساکنان و مهمانان کشور خواهش میکنیم در این روزها از رو در قطعه‌های خطرناک و آسیب پذیر به قصد جمع‌آوری ایزم راه اندازی کارهای دیگر خودداری نمایند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به رانندگان مراجعت میکند که اگر سفر ضرور شد باید اول ماشین خود را از نظر گذرانند، چرخ‌های فرسوده را با آن عوض کنند، همه لوازمات برای این روزها ضروری را با خود بگیرند. کمیته از شهروندان خواهش میکند که در این گونه روزهای سرد و ترمخیز بسا احتیاطکار باشند. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا با عریضه زن 34 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 8 ژانویه سال 2023 تخمینا ساعت 18:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی در خانه استقامتیش را گشوده به آنجا در آمده از آنجا یک عدد تلویزیون، یک عدد پلنشت، یک عدد نوتبوک، 3 عدد انگشترین و 2 عدد حلقه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن ناحیه شهرنو که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت نابالغ 16 ساله و 17 ساله ساکنان شهر اسفره آغاز کرده شد. نامبردگان 12 ژانویه سال 2023 با راه پنهانی از حوله استقامتی مرد 45 ساله ساکن شهر مذکور 8 خلطه زردآلوی خشک کرده شده را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 27400 سومانی را تشکیل می‌دهد. از این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شومنصور با عریضه مرد 60 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2021 مرد 34 ساله ساکن همین ناحیه با راه فریب به باوریش در آمده از او 1 میلیون روبل روسی را گرفته از این مبلغ 490,000 را برگردانیده باقی مانده مبلغ 510,000 تومان برنگردانیده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه فردوسی با عریضه جوانزن 22 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که ماه اکتبر سال 2022 جوانزن 22 ساله ساکن همین ناحیه با راه فریب به باوریش در آمده از او یک عدد تلفن موبیلی طبقه آیفون 13 و یک عدد تلفن موبیلی طبقه آیفون X10 این چنین مبلغ‌های پولی را متناسباً گرفته به نام برده به مبلغ 67700 سومانی ضرر مادی رسانیده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسماعیل سومانی با عریضه مرد 33 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که سال 2019 مرد 41 ساله ساکن همین ناحیه با راه فریب به باوریش در آمده از او یک عدد اکسواتر تسمه چرخ را با ارزش 632,000 سومانی قبول کرده گرفته وعده داده است که برای وضعش از آشیانه پنجم و نهم کوچه مهنت شهر دوشنبه 2 منزل استقامتی گرفته می‌دهد، اما نامبرده تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسماعیل سومانی با عریضه مرد 50 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که سال 2019 مرد 56 ساله ساکن همین ناحیه
با مصلحت پیشکی با مرد 47 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باورش در اومده از او $70,000 آمریکایی گرفته تا حال مبلغش رو برنگردانیده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن نوع قبادیان با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه اپریل سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن نوع مذکور در آمده از او یک عدد автомاشین BMW، یک عدد автомاشین تمغه اوپل استرا، یک عدد автомاشین تمغه مرسدس بنز و یک عدد автомاشین تمغه مرسدس بنز کمپرسور را به مبلغ عمومی 167,000 سومونی نرخ‌گذاری کرده گرفته 17,000 سومونیش را داده باقی مانده 150,000 سومونی را تا حال برنگردانیده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه فردوسی با عریضه مرد 50 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که ماه مارس سال 2019 در کوچه فردوسی شهر دوشنبه مرد 44 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او $38,500 آمریکایی را گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. نامبرده ماه مارس سال 2021 با همین طریق از مرد 55 ساله ساکن شهر دوشنبه مبلغ $19,000 آمریکایی را گرفته تا به حال مبلغش را برنگردانیده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوحه فردوسی با عریضه جوان 21 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که 5 آگوست سال 2022 جوان 23 ساله ساکن همین نوحه با روی فریب به باوریش در آمده از او $11,200 آمریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.